سلام و درود خدمت دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون عالی باشه. ترید دیگه ای رو داریم بر روی نماد AUDCHF که میخوام اون رو با هم دیگه بررسی بکنیم و علت سل بودن بازار در این ناحیه رو حالا با هم دیگه داشته باشیم. ما استاپ لاسمون رو مقدار بالاتر ست میکنیم چون ممکنه که این سقف رو هم حتی قیمت بزنم و در نهایت قیمت باعث نزولی بشه و این کف رو به ما بده. موضوعی که هست اینه که خب بذار من این اندیکاتورم پاک کنم. خب بررسی خودمون رو شروع میکنیم در همین تایم فریم 1 دقیقه که هستیم تا ببینیم که به چه صورت حالا ما میتونیم ترید داشته باشیم. موضوعی که هست در مرحله اول و در وهله اول این هستش که بازار برای ما بر روی مکتی حالا 4 برابر بین این سقفی که حالا سقف A ما در نظر بگیریمش و سقف دوم که سقف B هست یک دایورجنسی رو به وجود آورده که تیپی این دایورجنس اینجا بوده و تاچ شده و لگ جدیدی در بازار شکل گرفته. موضوعی که هست اینه که این کف برای ما به واسطه اینکه یک بار تیپی گرفته و تاچ شده کف مهمی است. یعنی بازار به این کف و تیپی دادن تو این کف اهمیت داده و ارزش خواهد شد. حرکت دومی رو که بازار به وجود آورده در نوع خودش حرکت برگشتی، یعنی که ما اگه اینجا رو تحلیل بکنیم اینجا برخورد خط بالای این چنگال رو خواهیم داشت و سپس ریزش به سمت خط میانه و دوباره برگشتن به بالا برای به نظر من سل خواهد. تایم فریم رو حالا عوض می‌کنیم، میریم تو تایم فریم های بالاتر رو بررسی کنیم. در تایم فریم 1 ساعته زمانی که ما بیایم، خب همونطور که می‌بینید مورد اول این که ما یه تفاوت خیلی بارزی بین این قسمت و مکتی 4 برابر خودمون داریم. یعنی مکتی 4 برابر زیر لول 0 هست اما قیمت خودش رو به بالای این لول رسونده. موضوع دومی که برای ما حائز اهمیته این هستش که ما در این تایم فریم بین این بالا رفتن و این مکتی 1/4 یک آردی رو مشاهده می‌کنیم و این خودش برای ما سل بودن بازار رو نشون میده. اگر ما این رو بیایم و با حالا تایم فریم پایین‌تر بررسی کنیم، یعنی تایم فریم 5 دقیقه بخوایم این موضوع رو بررسی بکنیم و خب بخوایم علت سل بودن رو در این تایم فریم بررسی بکنیم برای خودمون، با اضافه کردن یک مکتی نرمال این موضوع برامون خیلی واضح تر میشه. من این رو براتون اضافه کردم. ببینید بین این هایستی که ما در اینجا داریم خودش که وارد دایورجنس شده، هیچ سقفی هم که الان بالاتر قرار گرفته باز در حالت دایورجنس قرار داره و اگر حتی این سقف کوچیک رو هم بیایم با هم بررسی کنیم، یعنی این سقفی که در اینجا حالا قرار دارن رو با هم بررسی کنیم، باز در حالت دایورجنس. پس سل بودن بازار در تایم فریم های مختلف با بحث تفاوت بین مکتی و قیمت کاملا قابل مشاهده هستش. در تایم فریم 1 دقیقه که قرار بگیریم ما متوجه یه موضوع میشیم. ببینید دوستان، یه بحثی وجود داره زمانی که دایورجنس ها عمل حالا یا میکنن یا نمیکنن و مکتی میاد به تناسب اون یک سقف حالا پایین‌تری رو برای ما شکل میده. به این صورت ما یه موضوعی رو داریم تحت این عنوان که زمانی که این دایورجنس کار میکنه، یا منظورم اینه که زمانی که از اینجا بازار ما یه مقدار رو به جلو حرکت میکنیم، فارغ از اینکه اینجا بازار حالا تیپی خودش رو بده یا نده، همونطور که میدونیم اینه که بنا به دلایلی زمانی که دوباره این حالت دایورجنس رو به هم بزنه، یعنی که اینجا بیاد و حالت دایورجنس رو از بین ببره، اگر یه سری شرایط خاص وجود داشته باشه برای ما، اگر یه سری شرایط خاص تاکید میکنم برای ما وجود داشته باشه، این نه تنها سیگنالی در جهت انگار اصولی شدن روند نیست، یعنی شکستی که اینجا هست و رفتار صحیح مکتی اینجا رفتار صحیح انجام داده، ما سقف بالاتر داشتیم، خب اینجا سقف بالاتر نسبت به این و این داریم، نه تنها این رفتار درست نخواهد بود بلکه این اشتباه هم هست، یعنی که ما اینجا انتظار سل بیشتری رو از مارکت داریم، واسه همون هم هستش که تیپیمون رو خیلی پایین‌تر ست کردیم نسبت به جایی که ورود به پوزیشن کردیم. یه تیپی هم که ما در این وسط داریم که خب این تیپی هم تیپی بسیار مطمئنیه و به خاطر اینکه ما اینجا یک لول این بالاتر ورود کردیم، احتمالی که اینجا خروج از پوزیشن بکنیم زیاده، چون تقریبا 50% این لگ هم هست. موضوعی که هست اینه که ما روی مکتی 4 برابر الان اگه بررسی بکنیم می‌بینیم که خب ما بین این سقفی که اینجا بوده، حالا من روش مشکل می‌کنم، بین سقف A و سقف B مون ما یه دایورجنس رو داریم.
خب این تا اینجا خیلی اوکی. اینجا در روی مکتی 4 برابر این داریم، در روی مکتی دیفالت داریم و در روی مکتی 1/4 هم داریم. موضوعی که هست ما روی مکتی 4 برابر میخوایم صحبت بکنیم این هستش که اینجا این دایورجنس رو داریم و بعد از اون ما میایم یک سقف جدیدتر رو ایجاد میکنیم و با ایجاد شدن سقف جدیدتر مکتی 4 برابر رفتار صحیحی انجام میدیم. اینجا برای من از همون حالاتی هستش که خب بازار باید بیاد تیپی بده، یعنی تیپی بزرگترش رو تاچ بکنه و این رفتار بالا رفتن به کلی اشتباه و غلط هستش. حالا ما پوزیشن رو خواهیم داشت با هم دیگه، در نهایت بررسی تکمیلی تری رو انجام میدیم بعد از اینکه نتیجه تریدمون حالا به وجود بیاد و اون تیپی که ما میخوایم تاچ بشه. موضوعات رو با هم دیگه بیشتر بررسی میکنیم. مثلا یکی از موضوعاتی که خب در نوع خودش شاید جالب باشه اگه ما بیایم این رو به صورت لگ‌های پیاپی ببینیم، یعنی من این رو یک لگ از بازار بدونم، این رو یک لگ دیگه بدونم و این رو هم یک لگ بدونم. موضوعی که اینجا برای ما خیلی شفاف خواهد بود اینه که اگه بحث اندروز رو دخیل بکنیم شما متوجه یک موضوع باید بشید، اینکه مثلا برخوردی که به اینجا ما داشتیم از نوع سوپر ساپورت رزिस्टنس ها هستن، یعنی برخوردی هستش که به یک سطح حمایت و مقاومتی بسیار قوی خوردیم و اینجا به این واسطه که سقف قوی بوده در اصل ما باید از اینجا سلمون رو میزدیم عزیزان. حالا ما یک مقدار به بازار دیرتر رسیدیم و به واسطه اینکه سطح خیلی قوی هست ما اینجا انتظار این که این سطح خیلی ساده رد بشه نداریم و باز اگر این سطح خیلی حالا برای ما ساده رد بشه و بشکنه انتظار این که این سطح بعد از شکستن دوباره سریعا قیمت رو ریورس کنه رو داریم، چون که این سطح مهمیه و همونجوری که در ابتدای ویدیو دیدید استاپ لاس رو پشت این سطح ست کرده بودم، ممکنه خیلی دیگه از عزیزان هم استاپ لاس هاشون پشت این سطح باشه و با تا شدن استاپ لاس های اونها حالا در سبک‌های دیگه اسمش رو تحت عنوان استاپ هانتر تلقی میکنن، اینجا استاپ هانتر رخ بده توی بازار و دوباره بازار ریورس بشه. پس ما با زده شدن بالای این سقف هم نگران نخواهیم بود و انتظار سل رو از بازار خواهیم داشت. خب دوستان، ترید ما همونجوری که پیش بینی می‌کردیم در جهت سل حرکت کرد و ما تیپی قطعی خودمون که در این ناحیه بود تاچ شد، برای تیپی پایین‌تر خودمون واسطادیم و تیپی پایین‌تر رو هم میتونیم با توجه به زمانی که داریم که هنوز مدت زمان پوزیشن ما هست و ما میتونیم توی پوزیشن بمونیم، تیپی پایین‌تر خودمون رو هم تاچ کنیم. موضوعی که توی این ترید خیلی واضح بود این هستش که دوستان همونطور که گفتم مکتی 4 برابر ما در حالتی قرار داره برای من که وضعیت طوری است که من انتظار سل بیشتر رو دارم با اینکه سقف جدیدی رو ایجاد کرده. اما بررسی این که وضعیت در این جای بازار باید به چگونه حالتی باشه و چه جوری باشه که شما سل بزنید و انتظار ریورس شدن مارکت رو داشته باشید خودش جای تمرین، تکرار و دونستن یه سری اطلاعات رو داره. موضوعی که هست که اینجا میتونم بهش اشاره بکنم، حالا دوستان شاید بتونن ازش استفاده بکنن، در آپ ترند ها و داون ترند ها فرق نمیکنه، کلا در هر ترندی عادشون به کتب مرجع هم اگه مراجعه بکنید این موضوع رو میتونید به صورت یه اشاره ریزی بهش کردن ببینید. موضوع اینطوریه که در هر روندی که ما شکل میگیره برامون اصولا 8 ترند ما داریم، یعنی 1 اینجا میشه، 2 اینجا میشه، 3 اینجا میشه، 4 5 و اینجا میشه 6. نه اصلا میکنم اشتباه شماره گذاری شد، به این صورت اینجا میشه 1 2 3 4 5 6 7 و اینجا هم میشه 8. ما 8 تا سوینگ رو طی میکنیم و بعد از اون بازار با حالا شکستن آخرین ترند لاین، آخرین لو بازار به ما سیگنال این که ما در انتظار این موضوع یعنی داریم که ترند عوض بشه رو به ما میده. و موضوع بعد این که بهترین جا برای سل کردن اصولا زمانی است که بازار میاد و روی این های رو برای یک بار دیگه میزنه، یعنی زمانی که این های بالاش زده میشه ما در حالتی قرار میگیریم که سل برای ما بسیار بسیار میتونه مناسب باشه و در این نواحی اصولا بازار در اشباع هستش. اگر از استوکاستیک استفاده کنیم، مکتی استفاده کنیم یا هر حالا سبکی که داشته باشین، اینجا بازار در ناحیه بسیار خوبی است. این از بحث مارکت استراکچر خواستم یه اشاره بهش بکنم خیلی ریز، ولی خب خیلی حرفه‌ای‌تر بررسی میشه، خیلی موضوعات مهمتر و حساس‌تر هست. اگه اینجا هم بخوایم حالا این موضوع رو به صورت خیلی بیگ پیکچر ببینیم که هم موضوعی است که من بهش اشاره کردم، اینجا همون سقف اضافه‌ایه که ایجاد شده. اینجا سوینگ 8 ما هست، اینجا سوینگ 7 مایه، اینجا 6 هست، 5 هست، 4 هست، اینجا میشه گفت 3 هست، 2 هست و اینجا هم 1 هست. یعنی ما اینجور حالتی رو توی بازار
حالا طی کردیم و بعد از اون همونجور که گفتم ما با شکست ها، یعنی زمانی که اینجا میایم این کف رو حالا هم راستاش میشیم یا به اصطلاح این ترند لاینی که اینجا هست رو میشکنیم، بعد از اون ما دوباره رو به بالا حرکت میکنیم. با زده شدن بالای این سقف ما انتظار سل رو و برگشت به اون سوینگ ابتداییمون رو داریم، یعنی به این نواحی رو میتونیم انتظار داشته باشیم که مارکت میخواد برگرده. اما همه اینا دوستان در صورتی هستش که شما تمرین کنید، تکرار کنید و چشمتون به نمودار عادت بکنه و استرس نباید داشته باشید. اگر از ذوقتون مطمئنید، اگر از اصول دارید توی بازار مطمئن هستید، نباید استرس بگیرید. ببینید مثلا من دوستانی رو دیدم زمانی که تریدشون رو میزنن، اگه ترید انقدر برگرده بالا یا به اصطلاح نزدیک استاپ لاس بشه، مثلا من گفتیم این سقف سیفی هست، حتی بالاش هم ممکنه بخوره استاپ هانت بشه و بهتر میشد. اتفاقا بازار خیلی سریعتر و شارپتر حرکت میکرد. باید بدونیم برگشت توی مارکت چیز طبیعیه، یعنی یک روند همیشه با کارکشن همراه هستش، همیشه اصلاحاتی رو توش خواهیم داشت. اما چیزی که مهمه اینه که شما در جهت روند اصلی مارکت خودتون ترید بکنید و بتونید روندهای فیک رو شناسایی بکنید، بتونید متوجه بشید که کجا بازار داره به صورت اصولی حرکت میکنه و کجا از این اصول خارج میشه. مباحثی هم که اینجا استفاده شده بحث حالا میشه گفت تعادل ها هستش، بحث مارکت استراکچر هستش، استفاده از فرکتال مارکت هست، بحث شنگال آقای اندروز هست و تایم بندی هایی که شما توی این ویدیو مشاهده میکنید. امیدوارم که این ویدیو هم براتون کارآمد بوده باشه و خوب بوده باشه. خب من برام همینجا هم سودم کافیه، یعنی از همینجا که صدام رو زدم حتی اینجا هم برام سود کافی بود، ولی خب باز گذاشتم که مقدار مارکت حرکتش رو بکنه که ببینید اصول همواره یکسان هست و شما میتونید از مارکت سود خوبی رو کسب بکنید در صورتی که اطلاعات درست توی بازار داشته باشید و صرفا نخواد به دیدن یک دوره یا به دیدن حالا یک آموزش شما دیگه تریدر بشید و توی این بازار ترید بکنید. موفق و مؤید باشید. اگر سوالی بود خوشحال میشم که پاسخ سوال شما عزیزان رو بدم. وقتتون بخیر.